پنداشت تربیت کودکان را به موضوعی برای نگرانی و اضطراب مبدل کرده است. والدین نگران هستند که مبادا کار اشتباهی انجام دهند. می‌ترسند یک کلمه یا نگاه نامناسب فرصت‌های فرزندشان را برای همیشه تباه کند. آنها نه فقط خدمتکار فرزندان خود شدند، بلکه خدمتکاران راضی کننده هم نیستند. زیرا استانداردهای تعیین شده از سوی مروجان آنقدر بالا هستند که هیچ کس به آنها نمی‌رسد. والدینی که زمان کافی برای یک شب خواب کامل برای خود ندارند، سرزنش می‌شوند که چرا زمان با کیفیتی را با فرزندشان سپری نمی‌کنند. این احساس به والدین القا شده است که کوتاهی کردند. آنها سعی می‌کنند با خریدن اسباب بازی‌های فراوان این کوتاهی را برای بچه‌های خود جبران کنند. کتاب پنداشت تربیت نوشته خانم جودت ریچ هریس و ترجمه خانم ناهید رضازاده. سلام، من مهتاب منوچهری هستم و امروز اینجا هستم تا در مورد این کتاب با شما صحبت کنم. در جایگاه یک روانشناس تربیتی و مشاوری که کارش در واقع آموزش فرزندپروری به والدین هست، آشنا شدن با کتاب پنداشت تربیت یک فرصت مغتنم بود برای اینکه نگاه و دید متفاوتی نسبت به مقوله فرزندپروری پیدا کنم. سالهای طولانی سر و کار داشتن با والدینی که به زعم ما روانشناسان به خاطر اشتباهات تربیتیشون و خطاهایی که در مورد فرزندانشون انجام میدادن دچار مشکلات زیادی با فرزندانشون شده بودن، پذیرش این نگاه متفاوت نویسنده رو مشکل میکرد که میگه توصیه‌گران همیشه به نوعی موفق میشن که شادی، لذت و خودجوشی فرزندپروری رو گرفته و اون رو به یک کار سخت و تلاش مضاعف تبدیل کنند. شاید همین نگاه متفاوت باعث شد که علاقه و انگیزه بیشتری برای معرفی این کتاب پیدا کنم. همیشه باور بر این بوده که والدین مسئول تمام اون چیزهایی هستند که برای بچه‌هاشون اتفاق میفته. اونها هم وراثت و هم محیط، به زبان امروزی هم طبیعت و هم تربیت فرزندانشون رو در اختیار اونها میذارن. اما خانم هریس نویسنده کتاب مترادف قرار دادن واژه تربیت با محیط رو مصادره به مطلوب میدونه و میگه که تربیت یک واژه خنثی نیست، بلکه بار معنایی بسیاری رو در خودش داره. اون معتقد هست که کاربرد تربیت به عنوان مترادف محیط بر این فرض استوار هست که اونچه که رشد کودکان رو تحت تاثیر قرار میده غیر از ژن‌ها، نحوه بزرگ کردن بچه‌ها به وسیله والدینشون هست و والدین بیشترین تاثیر رو در مورد آینده و سرنوشت بچه‌هاشون دارن. خانم هریس این پنداشت رو و این فرضیه رو پنداشت تربیت نام میگذاره. در این کتاب 3 گام مطرح میشه. در گام اول پنداشت تربیت به عنوان یک فرضیه مطرح میشه، چیزی که به دلیل و مدرک نیازی نداره. در گام دوم نویسنده سعی میکنه اثبات کنه که این فرضیه غیر قابل اثبات هست و در گام سوم تلاش میکنه که جایگزینی ارائه کنه. بر این اساس به ما یک روشی ارائه میکنه که توضیح میده که بچه‌ها چرا این گونه که هستند. در واقع یک پاسخ جدید به این پرسش اساسی که چرا ما این چنین شدیم که هستیم. او اذعان میکنه که پاسخش بر اساس تفکر و تعمق در مورد این موضوع هست که کودک به چه نوع ذهنی مجهز شده و خود این تفکر و تعمق در مورد ذهن کودک برمیگرده به این که تاریخ تکاملی گونه ما انسان‌ها چیست و چگونه هست. نویسنده باور داره که یک موج خیزنده شواهد علیه پنداشت تربیت وجود داره. پنداشت تربیت یک موضوع جهان شمول یا یک حقیقت جهانی نیست. این فقط یک فرضیه است. به زعم نویسنده پنداشت تربیت محصول تأثیر مخلوط نظریه روانکاوی فروید و نظریه رفتارگرایی واتسون و اسکینر هست.
و این فکر اساسی حاصل از این دو دیدگاه که والدین بر رشد فرزندان خودشون تأثیر قطعی دارند و حالا اون چیزی که باقی میمونه فقط بررسی چگونگی این موضوع هست. به متخصصان رشدی که این نوع تحقیقات رو انجام میدن متخصصان جامعه پذیری گفته میشه. اونها که به پنداشت تربیت باور دارن چگونگی کار والدین و موفقیت اونها رو بر اساس در واقع این قضاوت که بچه‌های خوب یا بدی رو پرورش دادن صورت میگیره و انجام میدن. جالبه که بدونیم خانم هریس خودش قبلا جزو کسانی بوده که به جامعه پذیری اعتقاد داشته، اما بنا به دلایلی که در کتاب مطرح میشه از این باور جدا شده. محققان جامعه پذیری معتقد هستند که اون چیزی که کودکان در سالهای آینده در مورد روابط و قوانین یاد میگیرن الگویی میشه برای روابط بعدی و قانون پذیری در جامعه. بنابراین تمام مسیر زندگیشون بر اساس این الگوی اولیه شکل میگیره. البته خانم هریس هم در این که مراقبین بزرگسال تاثیر بسیاری در کودکان دارند شکی نداره، اما تفاوتش با محققین جامعه پذیری در این هست که او دیگه اعتقاد نداره که یادگیری اولیه که عموماً در خانه اتفاق میفته در سالهای بعد منتقل میشه. به عبارتی میگه گرچه یادگیری خود دارای هدف و مقصود هست، اما محتوای اونچه که کودکان یاد میگیرن ممکنه کاملاً به جهان خارج نامرتبط باشه. اونها به محض قدم بیرون گذاشتن از خانه، درست همونطور که پلیور زایه‌ای که مادرشون براشون بافته رو در میارن، ممکنه این یادگیری ها رو از تن به در کنن. در بررسی روانشناسی دانشگاهی نویسنده به این نتیجه میرسه که به خاطر یک شکاف بزرگ و عمیق روانشناسی دانشگاهی به دو دسته تقسیم شده. اونهایی که به طبیعت باور دارن و به امور وراثتی علاقمند هستن که بهشون متخصصین ژنتیک رفتاری گفته میشه و اونهایی که به تربیت، امور تجربی و اکتسابی باور دارن، یعنی همون محققان جامعه پذیری. به زعم نویسنده پنداشت تربیت، یعنی اینکه والدین مهمترین قسمت زندگی کودک هستند و مهمترین قسمت محیط کودک هستند و تا حد زیادی میتونن آینده کودک رو تعیین کنن، ناشی از همین روانشناسی دانشگاهی هست. و اشکال روانشناسی دانشگاهی رو در این میبینه که هیچ کدوم از محققین این دو باور فرصت این رو ندارند که مطالعه‌ای داشته باشند در مورد نوشته‌های گروه دیگه، یا اگر هم فرصتی داشته باشند این کار رو انجام نمیدن چون میدونن که با اون موافق نیستن. اما نویسنده ادعا میکنه که هم فرصت و هم انگیزه مطالعه هر دو زمینه رو داشته و این باعث شده که با مطالعه مقالات و تحقیقات مختلف و متنوع و با استناد به مقالات مختلف هر دو نگاه رو به شکل مطلقش رد کنه. به عنوان یک مثال و نمونه از بین مثال‌های زیادی که در کتاب اومده یک مورد رو اشاره میکنم و ذکر میکنم. به اعتقاد جان واتسون اگر دو فرزند در یک خانواده رفتار متفاوتی دارند، علتش رفتار متفاوت و برخورد متفاوت والدین با فرزندانشون هست، در حالی که خانم هریس معتقد هست که والدین به خاطر ویژگی‌های متفاوت فرزندانشون هست که با اونها متفاوت رفتار میکنن و برخلاف نگاه جامعه پذیران این فرزندان هستند که بر والدین تأثیر میگذارند. اگر نگیم که فقط یک طرفه هست، یک موضوع دو طرفه است، یعنی والدین و فرزندان به یک میزان بر هم اثر میگذارن. یادمون بیاد اون پرسش قدیمی رو که میگه کودکانی که بیشتر در آغوش کشیده میشند خوشخلق‌تر هستند یا کودکانی که خوشخلق‌تر هستند بیشتر در آغوش کشیده میشن. نویسنده تاکید میکنه که گروه همسالان نقش مهمتری در بین بچه‌ها دارن تا والدینشون. اون میگه کودکان امروزی قطعاً چیزهایی رو از والدین میگیرن و وارد محیط میکنن و به این دلیل که از لحاظ فرهنگی اون فضایی که درش هستند تقریباً یکسان و یک دست هست،
رفتارها تقریباً یکسان میشه بین گروه همسالان و به این دلیل ما تصور میکنیم که این والدین هستند که روی بچه هاشون اثر گذاشتن، در حالی که اگر مقایسه‌ای بتونیم داشته باشیم و فرهنگ همسالان با فرهنگ خانواده متفاوت باشه، این گروه همسالان هست که برنده میشه. یکی از اهداف نوشتن این کتاب به زعم نویسنده زدودن خاطر والدین از احساس نگرانی و دلشوره‌ای هست که متخصصین حوزه فرزندپروری بر دوش اونها گذاشتن. اون میگه طبیعت از طریق لذت بخش کردن یک کار برای ما رو وادار میکنه همون کاری رو بکنیم که مد نظر خودش هست. والدین قرار از والدگری لذت ببرند. اگر شما از این کار لذت نمیبرید، قطعاً به خودتون فشار دارید میارید و کار و تلاش بیش از اندازه انجام میدید. این فکر که ما قادریم فرزندان خود را هر جور که بخواهیم از آب در بیاوریم یک توهم است. دست از این توهم بردارید. کودکان بوم‌های سفیدی نیستند که والدین بر روی آنها رویاهای خود را نقش بزنند. نگران حرف‌های توصیه‌گران نباشید. فرزندان خود را دوست داشته باشید چون بچه‌ها دوست داشتنی هستند، نه چون فکر می‌کنید به آن نیاز دارند. از وجود آنها لذت ببرید. آنچه را می‌توانید به آنها بیاموزید. آرام باشید. اینکه در آینده چطور بار می‌آیند، بازتاب نوع مراقبت شما از آنها نیست. شما نمی‌توانید آنها را کامل و بی‌نقص بار بیاورید و نمی‌توانید آنها را نابود کنید. آنها متعلق به شما نیستند که بخواهید کامل یا ویرانشان کنید. آنها متعلق به فردا هستند.